ساکن 24 ساله جماعت دهاتی آبردان نوحه ماسچو شهریار عزیزوف را مقامات میلیسیا شهر بوستان در دزدی‌های بسیار لحظه‌ایانه گمانبر می‌حسابد. تصرف مال و اشیا و لوازمات ارزشمند از منزل‌های استقامتی کردار جنایتی است که به او نسبت داده می‌شود. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر بوستان به حرکت‌های جنایتی ساکن 24 ساله جماعت دهاتی آبردان ناحیه ماسچو عزیزوف شهریار سلیمانویچ نقطه گذاشتند. 7 دزدی مرحله‌ای از منزل‌های استقامتی به گمانبر شونده عزیزوف نسبت داده می‌شود که دوام ماه‌های فوریه، مارس و اپریل سال روان شبانه صادر شده است. جوان کجرفتار معلومات عالی داشته در جاده جنایت نفکار است. خواهش مفت و بی زحمت به دست آوردن درآمد پولی او را همچون دزد معرفی نمود. گمانبر شده شهریار عزیزوف حجره را در شهر بوستان به اجاره گرفته در بی‌وقتی شب با مقصد دزدی به کوچه های شهر می‌برآمد. هدف او حولی های خوشنمود قرار می‌گرفت زیرا گمان داشت در چنین خانه ها غنیمت زیاد به دست می‌آورد. با پول نقد، طلاواری و اشیاهای ارزشمند توجه داشت. خیلی خیلی سونکاچه خیلی این چلا گوشوار بود می؟ خیلی زنجیر پنجیر بود. چلو بود نه؟ طوری از نشانداد گمانبر شده شهریار عزیزوف برمیآید هنگامی وارد شدن به منزل‌های استقامتی از کسی و از چیزی بیم نداشت. هنگامی صادر کردن دزدی صاحبان خانه در حولی‌ها قرار داشتند. ماهرانه اجرا نمودن نقشه دزدی جبردیده‌ها را غافل مانده تنها سحری با خبر می‌شوند که به خانه دزد درآمده است. سنه 8 و 9 اپریل سال 2019 سحری ساعت‌های 10:06 بود. از خانه برآمده گید خانه را دور می‌دادم که در رو نگاه کردم در کشودگی بود. فهمیدم که به زال وای درآمدگی دوست درآمدگی. گمانبر شونده غنیمتی به دست آورده را در حجره اجارویش نگاه داشته بعداً فروخته به منفعت شخصی استفاده می‌برد. چنانچه شام 28 فوریه از سراغ کوچه سیورنیا یک عدد تلویزیون با ارزش $700، سنه 1 مارس از سراغ کوچه بابایف آینه نیلگون صورت لوحه با ارزش عمومی 4000 سومانی، سنه 6 اپریل از سراغ کوچه نکراسوف لوازمات روزگار با ارزش 1450 سومانی را تصرف کرده است. با مساعدت مقامات میلیسیا در دایره چاره‌بین‌های اپراتیوی تفتیشاتی قسمی از دلایل شایع دریافت شده است. از روی حادثه با ماده 244 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز گردیده گمانبر شونده در حبس پیشکی قرار دارد.